الو، اداره پلیس. داستان خانه شماره 13. این داستان بر اساس مستند واقعی می باشد. خوب دقت کن و بگو. بارون می بارید. قطره‌ها بیوقفه روی سقف زنگ زده خونه قدیمی می کوبیدن. ساعت از 3:30 شب گذشته بود. صدای آژیر پلیس سکوت خیابان رو شکست. ماشین پلیس جلوی خونه متروکه ایستاد که خونه‌ای که سالها هست هیچ کس جرأت نزدیک شدن بهش رو نداشت. 2 مأمور پلیس با چراغ قوه‌هاشون وارد شدن. هوای داخل خونه سرد و نمناک بود و بوی تعفن از پله‌ها بالا می‌آمد. یکی از مأموران گفت گزارش داده بودن از اینجا بوی جسد میاد، ولی کسی در رو باز نکرد. مأمور دوم نفس عمیقی کشید و گفت من زیرزمین رو چک میکنم، تو طبقه بالا رو ببین. چراغ قوه‌ها رو روشن کردن و نورش دیواره های پوسته شده میلغزید. رد قرمز خونهای خوش شده روی پله های چوبی. پلیس آروم در زیرزمین رو باز کرد. بوی تعفن شدیدتر شد. نور چراغ روی چیزی افتاد که نگم، بدن یک پسر حدوداً 17 ساله روی زمین افتاده بود. چشمهاش باز مونده بود و نگاهش در تاریکی گم شده بود. کنار جسد یه گوشی افتاده بود. صفحه گوشی هنوز روشن بود. صدای ضبط شده‌ای در حال پخش بود. نمیخواستم برگردم، اما اون هنوز اینجاست. اگه کسی این صدا رو میشنوه فرار کن. نمیخواستم برگردم، اما اون هنوز اینجاست. اگه کسی این صدا رو میشنوه فرار کن. بعد چند ثانیه یه صدای دیگه اومد، زمزمه وار و زخمناک، که گفت نباید به اینجا می اومدی. احساس کرد کسی از پشت حسش میکنه، ولی هیچ کس نبود. همزمان پلیس دوم از پله ها پایین دوید و با ترس گفت چی شد؟ پلیس اول با صدای لرزون گفت پسر مرده و این صدای آخری انسانی نبود. پلیس دوم زانو زد کنار جسد. روی مچه یه پسر علامتی حک شده بود شبیه عدد 13. اون گفت لعنتی، 3مین قربانیه با همین علامت. 3مین قربانی؟ برات سوال شد نه؟ آخرش میفهمی. قبل از اینکه حرفش تموم شه صدای بسته شدن در از بالا اومد. هر دو سرشون رو بالا گرفتن. هیچ کس اونجا نبود، ولی صدام قدم‌هایی از طبقه بالا به گوش میرسید، آرام و آسته، دقیق بالای سرشون. اونها اسلحه‌هاشون رو گرفتن و به اتاق‌های بالا رفتن، اما اتاق‌ها خالی بود. ولی یکی از اتاق‌ها یک تلویزیون قدیمی بود و یه نوار ویدیویی روی میزش. پلیس نوار رو داخل دستگاه گذاشت. تصویر برفی شد. بعد صورت پسر مقتول روی صفحه ظاهر شد. اون با صدای بریده گفت اگه این ویدیو رو میبینی بدون اون هنوز توی این خونه است. اون توی سایه هاست. نذار از دیوار بیاد. اون از دیوارها رد میشه. تصویر ناگهان قطع شد. چراغ قوه ها شروع کردن به چشمک زدن. پلیس اول برگشت به همکارش که ناپدید شده بود. فقط صدای نفس زدنش از بیسیم می اومد. اون از دیوار رد شد. اون اینجاست. اون از دیوار رد شد. اون اینجاست. بعد صدای جیغ کوتاهی پخش شد و سکوت. چراغ قوه‌ها افتادن زمین. نورش روی دیوار لرزید. رد خونی تازه روی دیوارها بالا میرفت. پلیس با ترس عقب کشید و با صدای لرزون در بیسیم گفت اگه کسی این صدا رو میشنوه بفهمه پرونده خانه 13 رو نبندیم. اون هنوز اینجاست. ناگهان نور قطع شد. سکوت و سکوت. صداشو میشنوی؟
من میشنوم. فقط صدای قطرات بارون. بعد از چند لحظه نوری قرمز از ته راه رو ظاهر شد. دو چشم سرخ، ثابت و بی حرکت. در بسته شد و صدای جیغ و داد پلیس رو میشه شنید. ولی آخرین چیزی که به ذهنمون میاد پرونده خانه شماره 13 هست. بله، این پرونده‌ای که با هم دیگه مرورش کردیم، پرونده‌ای هست که بعد 26 سال هنوز قاتل اون پیدا نشده. این اتفاق در ایران، در استان فارس و در شیراز اتفاق افتاده، در یکی از خونه‌های قدیمی بیرون از شهر. و این ست و اون مقتول و اون پسره هنوز مشخص نشده که قاتلشون کیه. 3 جنازه، اگه داستان رو گوش کرده بودید میدونید. پلیس گفت لعنتی، این سومیه که رو دستش نوشته 13. عجیب بود برای من. به نظرم من باید بشینم و بکم روش فکر کنم. شاید به چیزهای عجیبتری رسیدم، چون به نظرم پرونده‌ای که بیشتر باید بگم واقعا عجیبه. 26 ساله که نتونستن این پرونده رو پیدا کنن و قاتل اون رو. امیدوارم لذت برده باشین از این پرونده. این بود از قسمت اول از کاتالوگ داستان‌های جنایی. این داستان ادامه دارد.